با درود خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون شهر ما. امیدواریم که ایام نوروز رو به خوشی پشت سر گذاشته باشین. همچنین با تشکر از تلفن‌های محبت آمیز و تشویق‌های دلگرم کننده شما عزیزان. پس از 2 هفته وقفه به علت پخش مستقیم مسابقات کرلینگ، برنامه‌های عادی تلویزیون شهر ما رو آغاز می‌کنیم. اول میریم سراغ بچه‌های زنگ قصه به سرپرستی خانم پروانه میثاقی که به مناسبت ایام نوروز جشنی رو در سالن کتابخانه فرویو مال برگزار کردند. به اخبار این هفته تلویزیون شهر ما توجه فرمایید. روز 15 مارس انجمن ایرانیان کارنامه‌های رشته‌های آرایش و مکانیک رو بین فارغ التحصیلان این رشته‌ها توزیع کرد. بینندگان عزیز، به علت عدم پخش برنامه‌های عادی تلویزیون شهر ما در 2 هفته گذشته موفق نشدیم بخشی از اخبار شهرمون رو به موقع براتون پخش کنیم. توجه شما رو به گوشه از بازار نوروزی سازمان زنان جلب می‌کنم. من بارها اعلام کردم، بازم مجددا خدمتتون عرض می‌کنم، بعضی از دوستان سوال کردن که نشریه ایران استار با انتشار 102مین شماره خود وارد 3مین سال فعالیت خود شد. تلویزیون شهر ما ضمن تبریک موفقیت روزافزونی را برای کلیه دستاندرکاران نشریه ایران استار آرزو دارد.
22 مارچ کانون سالمندان ایرانی اونتاریو در محل سالن کتابخانه نورت یورک نوروز رو گرامی داشت. حالا یارم بیا دل دارم بیا حالا یارم بیا دل دارم بیا دیگه دل به تو دارم صدا بارم بیا بدو 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 جو بدو 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 بدو. بینندگان عزیز، این بود اخبار این هفته ما. توجه شما رو به دنباله برنامه جلب می‌کنیم. با سلام. فرارسیدن سال جدید رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. انشالله که سال خوب و خوشی رو در پیش داشته باشید. و اما در شهر چه خبر؟ اعضای انجمن جوانان نوروز را جشن گرفتند. توجه شما را به قسمتی از ویدیویی که به دست ما رسیده جلب میکنم. انجمن ایرانیان آنتریو نمایشگاه مینیاتور سهراب قویمی را در محل این انجمن در روزهای 12, 13 و 14 اپریل برگزار می کند. جهت اطلاعات می توانید با تلفن 736 4090 تماس بگیرید. آنتاپرس وارد کننده کامپیوترهای جیبی همراه به مناسبت نوروز و بهار تخفیف ویژه‌ای برای هموطنان عزیز در نظر گرفته است. کامپیوتر همراه را می توانید به قیمت $120 از مراکز فروش و استودیو زرین تهیه نمایید. بینندگان عزیز، این بود برنامه در شهر چه خبر. توجه شما را به دنباله برنامه جلب می کنم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. انشالله که عید به همتون خوش گذشته باشه و نحسی 13 رو هم به دست بادهای کانادا سپرده و سال خوبی رو شروع کرده باشیم. در 2 هفته‌ای که نتونستیم در خدمت شما باشیم و بالاجبار به مرخصی اجباری رفتیم، دلمون براتون تنگ شده بود. برنامه نکته‌های این هفته رو با آرزوی اینکه در آینده بتونیم بیشتر از نیم ساعت در خدمت شما عزیزان باشیم شروع می‌کنیم تا سرنوشتمون چی باشه. و اما نکته اول، داشتم تقویم مؤسسه حواله ارز طاهری رو ورق می‌زدم که بی اختیار رفتم به آخر سال، یعنی به آخرین روز اسفند. دیدم که اسفند امسال 30 روزه. بنابراین از سال آینده همه تاریخ‌ها برمیگردن سر جاشون
ولی اونایی که میخوان از فرصت استفاده کنن و در سال 2 بار جشن تولد بگیرن، امسال بهترین موقعیته. 1 بار با تاریخ ایرانی و 1 بارم با تاریخ خارجی. تولدتون مبارک و هپی برثدی. جابجا شدن تاریخ ایرانی باعث شد که به این فکر بیفتم که چطور پیشنهاد کنیم که اصلا بهار رو 1 ماه ببرن جلو. آخه این که فصل بهار نشد که شب عید برف بیاد، اونم چه برفی. هنوز که هنوزه پس از چند هفته که در بهار پیش رفتیم، بازم خودمون رو تو کاپشن و پالتو بغچه پیش میکنیم. در اینجا بد نیست چند بیت از اشعار آقای کریم زیانی، شاعر و ادیب شهرمون رو که 3 هفته پیش در شهروند چاپ شد براتون بخونم. آقای زیانی میفرمایند که اگرچه برف در هر حال زیباست، ولی کن در شب نوروز بیجاست. گمان کردیم باد نوبهاری وزیده است و دگر پایان سرماست. گمان کردیم که این سرمای قطبی گریزد چون که حالا فصل گرماست. ولی غافل که این سرمای بی پیر به ماه فروردین هم پای برجاست. بله چه کنیم دیگه، پا برجاست. آخه بابا جون اینجا کاناداست، شمال دنیا. من که سردم شد. اون بخاری کو؟ اومدم. بابا چرا دیر کردی؟ آخه حالا موقع است. بابا ساعت یه خورده میدونی چی شد؟ فروغان ماشین مثل این واسه چی؟ یک شنبه شروع است که- یک ترافیکی، یک راشاوری اصلا نگفتنی، 2 طرف بند خیلی بنده شلوغه. پر نمیزنه، یک شنبه است که امروز خب آخه. بله، ولی نمیدونی چه خبر شده چه بود. خبره؟ یه هواپیما آه. موتورش از کار افتاده بود، وسط فروان نشسته، 2 طرف بسته. ما هم زدیم از تو پیاده رو از سیم خاردارا از این برای اینا برو بالاخره بشین دروغ 13، برو خنده دار بود. فهمیدی؟ ولی خیلی سعی کردم طبیعی باشه. جالب بود. بچه اومد همینو بگی، یادت باشه. اینا اومدن. آره، ببین ولی- یه نفرشون سر موقع اومد. کوتاه بیا من طبیعی بیا ببین کیه کیه؟ سلام. کجایی؟ چرا دیر اومدیم؟ سلام مرداد جون. هم از هم. آقا چرا سبقت وایسادی؟ چی شده؟ آه. رستوران شمس از صبح تا حالا داره حلیم مجانی میده. بیا بابا تو برو. ما برو بزرگتر بشین. از اینشو گفتیم قبول نکرد. برو بشین. همش همین قصه سر هم کردی. یه دونه همین گفت خیلی جالب. موسی نمیاد؟ آرزومون بود یه بار ما قرار بذاریم همه سر وعده بیان. یکی 1 ساعت، یکی نیم ساعتی، یکی 2 ساعتی. اینا. موسی هم هنوز نیومد. خب حتما یک موسی رسید. نیومده دیگه، هنوز اونم نیومده. اونم مثل شما. حالا این حتما داره یه قصه ای سر هم میکنه. حتمی دیگه. میاد. برید خدا رو شکر کنید که خندوندید منو با این. ولی رو حسابش واقعا باید جالب. و الا واقعا واسهتون خشمم میگرفتتون کارتون تمام بود. امروز بابا 1 ساعتی نیم من پشت اینجا خیلی بزنم. شانس بردیم بازم خشمش ما رو نگیره. ولی دیگه هر جو باشه باید کم کم پیداش بشه. رو حسابش باید کم کم بشه. فکر کنم خودشه. دروازه بیا تو. خودشه. بفرما. سلام بر همکاران بیکار. کجا دیگه چی دارید؟ چش داره؟ من که گفتم این 10 دقیقه فرق در 2 ساعتی و من خودمون میرسونم. این ماشین تو پیاده رو مال کیه؟ این دارن توش میکنم میبرن ها. برو بشین این دارن توش میکنن ها. ماشین دارن تو میکنن ها. چیه؟ توش میکنن ها. ما نگی نگفتیم. چقدر جدی داره بگه. بعد 200 دارن پیاده میشینن. ما بزرگتر از اینش باشی بیا. بگو حداقل نگاش کن. بگو ماشین رو دارن میبرن. نداره. خیلی شراطی.